طوری که همون معلوم است یک ویدیو کامera را میگیرن یک میبروین به سناریو این علاقه بروورد یک فیلم این با این فیلم شدن نمیتونه. البته فیلمایی که محتوای خوب دارند و معنای بلند دارند و صفت بلند هم داشته باشند میتونیم باید مشاهده کنیم. من فکر میکنم که بسیار هنرمندای ما باید بسیارتر بالای فیلم کار کنند، هم از جهت صبر، هم از جهت هنرنمایی کردن، هم از جهت اجرا کردن نقش باید بیشتر بالای خود کار کنند. در عموم تماشا میکنم فیلم‌های کوچیک را، اونا کمتر. اکتورها بسیار خوب برآمد نقد بازی میکنند، سطح صفتش هم بلند شدگی. این کینوی ترکی تماشا میکنیم مثلا و یا خوشرو خیلی بخزیق تماشا میکنیم که مثال گفت درباره چی میشه و تا آخرش تماشا میکنیم. و کینوی تاجیکی یا سری میتین تمام دیگه آخرش نیست، خیلی صفت خوب نداره. برای من مثال گفت در خارجی در چی بخونن که مثال گفت همون کینو چی میشه.